به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض ادب خدمت همه شما خوبان و همراهان شبکه خودتان میلی اسپورت. خوش آمدید به یکی از دیگر برنامه‌های فدراسیون. قرار است در این برنامه با رئیس فدراسیون ملی سنوکر صحبت‌هایی داشته باشیم، اما قبل از او بریم سری بزنیم به تاریخچه رشته سنوکر در افغانستان. دوباره برمیگردیم. تاریخچه سنوکر در افغانستان. ورزش سنوکر در افغانستان نسبتاً جدید است و تاریخچه چند دهه‌ای دارد، اما در همین مدت کوتاه توانسته است جایگاهی در میان جوانان علاقمند به ورزش‌های داخل سالن پیدا کند. آغاز و معرفی دهه 1370 ورود نخستین میزهای بیلیارد و سنوکر به کابل و شهرهای بزرگ در دهه 1990 میلادی. در ابتدا این ورزش بیشتر برای سرگرمی طبقه های غیر حرفه‌ای یا مهاجرانی که از پاکستان برگشته بودند رواج داشت. اوایل دهه 1380 سنوکر در شهرهای بزرگ مانند کابل، هرات، مزار شریف و ننگرهار افزایش یافته است. ورزش سنوکر در این دوره بسیار محبوب شد، به ویژه در میان جوانان و نوجوانان. توسعه و سازماندهی فدراسیون بیلیارد و سنوکر افغانستان در اوایل سال 2000 تشکیل شد و به طور رسمی شروع به سازماندهی، راه‌اندازی رقابت‌های انتخابی تیم ملی و حضور در رقابت‌های بین‌المللی کرد. چند بازیکن افغانستان نیز در رقابت‌های آسیایی یا منطقه‌ای شرکت کردند. نبود امکانات مناسب و حمایت مالی یکی از چالش‌های اصلی است. بسیاری از کلب‌ها تجهیزات قدیمی یا ناکامل دارند. در برخی مناطق نگاه‌های فرهنگی و مذهبی نسبت به این ورزش محدود کننده بودند. عدم پوشش رسانه‌ای گسترده باعث شده که استعدادهای برجسته این رشته کمتر شناخته شوند. وضعیت کنونی سنوکر هنوز یکی از ورزش‌های پرطرفدار در میان جوانان به شمار می‌رود، به ویژه در شهرهای بزرگ کشور. کلب‌های خصوصی زیادی در کابل و ولایت‌ها ایجاد شدند و تورنمنت‌های غیر رسمی نیز به طور مداوم برگزار می‌شود. در سالهای اخیر فدراسیون سنوکر تلاش کرده تا در رقابت‌های بین‌المللی مانند مسابقات آسیایی شرکت کند و آموزش‌های پایه‌ای برای داوران و مربیان نیز برگزار شده است. چه خوب است بریم در این بخش از برنامه در مورد رشته سنوکر در افغانستان، دیدگاه بازیکنان این رشته ورزشی، شهروندان و کارشناس این رشته ورزشی را با خود داشته باشیم. سری برمیگردیم. سنوکر بگویم، سنوکر یک بازی فکری است که خصوصا فعلا در این شرایط اکثریت جوانان علاقمند زیاد و این رشته است و رشته بازی میکنن و همچنان مسافرای ما یا مهاجرایی که از کشور ایران و ترکیه و پاکستان برگشتن افغانستان و هم علاقمند بیشتر است. خودم شخصا در مدت چند سال سنوکر بازی میکنم. خیلی یک رشته خوب است، هم سرگرمی است، هم بازی فکری است. دهه اواخر در ولایت کابل بسیار از سنوکر کلب‌ها به طور معیاری بسیار زیاد شدند، به خاطر که علاقمند بیشتر پیدا کردند و بعضی کسا به طور حرفه‌ای کار میکنن و بعضی نوجوانان به طور سرگرمی از این ورزش استفاده. سنوکر از ابتدا تا حال بسیار فرق آمده، بازیکنای خوب با وطن هست، بازی میتونن که در مسابقات بیرون مرزی مدال های رنگ و رنگ به دست آوردن و استاد صالح، استاد نادر، خودم استاد رئیس خان از جمله مدال آورای افغانستان و ما هم تصمیم به می داریم که بخیر در آینده نزدیک کورسایی را ایجاد کنیم که بتانیم نسل جدید با شکل اساسیش بیاموزانیم که از مسابقات بیرون مرزی بتانن که مدال های جهانی و آسیایی را به نام افغانستان ثبت کنیم. اولین مسابقه که بود در کشور ماکاو که مسابقات المپیک بود، اونجا در 2007 ما اشتراک کرده بودم و در مسابقات ویتنام که مسابقات المپیکی بود، المپیک هندور گیم بود و تانستم مدال نقره را بگیرم که 43 کشور اشتراک داشت. اولین مدال نقره که ما گرفتم از کشور ویتنام گرفتم. سنوکر والا تنها به سرگرمی نیست، یک ورزش است که درست است بعضی ها میان به سرگرمی در سنوکر وقت خود یا تیر میکنن یا
ساعت خود تیر میکنند، ولی در کل ورزش است. ورزش هم ورزش البته جهانی است دیگه، فکری و ذهنی است که فکرت ایجا آرام میکنی. هر چقدر نارامی که باشی وقتی گیم میزنی، سنوکر میزنی، فکرت آرام میشه. باید سر صدا نباشه، گپ زیاد نباشه دیگه. یک ورزش است و ذهنی و فکری است. بسیار تشکر از اینکه بیننده برنامه فدراسیون هستید. در این برنامه رئیس فدراسیون ملی سنوکر کشور آقای وحیدالله اصغری با ما هست. اصغری صاحب بسیار تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتید و دوربینای شبکه ملی اسپورت در خدمتتون. من سلام خدمت شما و خدمت بیننده های عزیز تقدیم میکنم و تشکر میکنم از اینکه شما وقت به ما دادین تا این برنامه را ان شاء الله معلوماتی که درباره سنوکر است با شما شریک بسازیم. سپاسگزار هستم، بسیار تشکر. بیاین ابتدا در مورد سنوکر صحبت بکنیم که سنوکر چگونه یک ورزش است؟ خب سنوکر یک ورزش ذهنی است و همچنان در پلوش فواید فیزیکی هم داره. همین که مثلا بازیکن‌ها را شما می‌بینید در جریان بازی حرکت میکنن به دور میز و همچنان در موقعی که بال میخواین نشانه بگیرن، همین که به طرف چپ و راست سینا خود خم میکنن، همین تمامش نشانه های از حرکات فیزیکی است که ما و شما میبینیم که هم فواید فیزیکی و هم فواید ذهنی داره. بسیار خوب. در مورد رشته سنوکر همچنان بیشتر صحبت میکنیم و برای اینکه بیشتر عزیزان ما در مورد سنوکر بدانند، چون اکثریت مردم افغانستان آنده از مردمانی که در نقاط دوردست افغانستان و ولایت‌های دوردست افغانستان زندگی میکنند، خیلی با چهره و سبک بازی سنوکر آشنایی ندارند. در مورد سبک بازی سنوکر که در چند سبک بازی میشه دیدگاه شما رو داشته باشیم. خب سنوکر خب مثلا میتونیم مسابقاتش که برگزار میشه هم فول بال است، یعنی 15 بال، و هم مسابقات 6 بال است که بازی میشه. و ای که به جوانای ما مثلا مردم هم که در کلپ ها اونا امی بازی رو به پیش میبرن، مثلا بازی های سینچیری هست و غیره بازی های دیگه است که مثلا اونا کینل بال است که اونا بازی میکنن. یعنی به می موارد بازی ها در کلپ ها می باشه و در هستش مسابقات فول بال و مسابقات 6 بال است که اینا مسابقات جهانی آسیایی و همچنان جهانی را دارن و همچنان مسابقات آسیایی که اینا برگزار میشه. بسیار خوب. در مورد سنوکر و بیلیارد چه تفاوت‌هایی بین سنوکر و بیلیارد وجود داره؟ میز سنوکر همونطور که معلوم است هم بزرگتر است سایزش از میز بیلیارد. میز بیلیارد خرد می باشه و همچنان سبک بازی هم فرق میکنه. بازی سنوکر شیوه دیگه داره بازیش، مثلا بازی بیلیارد یک شیوه دیگه بازی میشه. کوره تاگه اگر ما روی میز باشیم که عملا نشان بدیم بسیار خوب میشه. بسیار خوب. در توپایش تفاوت هست فکر کنم و شیوه امتیازگیری در سنوکر و بیلیارد چگونه است؟ اگر میز عملی هم هرچند که است، اگر شفایی شما به سهم عزیزای ما برسانید. مثل بازی سنوکر که است، مثلا اول از سارت شروع میشه، مثلا وقتی که بریک میکنه یا شارت میکنه، شارت اول به سرخا باید که تچ بکنه. بله. بعد از اون وقتی که شروع میکنن بازی، اگر هر از بازیکن بتونه که یک بال سرخ را پاکت بکنه، بعد از او نظر به امو بالای رنگی دیگه که 6 بال رنگی دیگه که در روی میز قرار داره، یکی از اونها را پاکت بکنه. یعنی نظر هر کدام از اونها نمرای متفاوت دارن. بله. که مثلا یک بال سرخ و یک بال رنگ، یک بال سرخ و یک بال رنگ، تا ای که بالاخره سرخا از خلاص میشه، از روی میز تمام شد. بعد از او از سر زرد بال زرد شروع میشه تا بال سیاه خانه میکنه که باز اون هر کدامش نمبرهای مختلف داره که نمبرهای مختلف میگیره. منتها در بازی بیلیارد هست اونا نمبر دارن، از 1 تا 9 نمبر دارن. بله. باز هر کسی که مثالش نمبر خانه میکنه، نمبر اول خانه میکنه، در اون دو نوع بال است، یکی بال کمربند است و یکی هم بال ساده است. بله. که مثلا اگر در اول هر بازیکنی که شارت اول میکنه، اگر هر کدام از این دانه ها پاکت شد، همو بال مثلا از اون میشه، مثلا میشه که یک دانه از کمربند خانه شد و یک دانه هم از بال ساده. بله. یعنی بعد انتخاب به دست خود همو بازیکن است که کدام بالا رو انتخاب میکنه، یا کمربند رو انتخاب میکنه یا ساده. بعدا بازی آغاز میشه تا اینکه تا همون 9 نمبر خانه میکنن و بعد از هم و در تعداد توپ ها تفاوت نیست. چرا هست که در تعداد بالا در اونجا تقریبا
18 بال با یک بال 19 بال است در بیلیارد که بیلیارد انگلیسی و مثلا 9 بالی ها که بازی میشه و در 22 بال با بال سفید در سنوکر است. با بال سفید 22 بال است که در روی میز چیده میشه، البته در فور بالش. و چقدر فدراسیون ملی سنوکر افغانستان، حالا که شما سمت این فدراسیون در اختیار دارید، به خاطر حرفه‌ای شدن این رشته ورزشی در افغانستان تلاش کرده تا اینکه جوانان همین رشته ورزشی را از یک سرگرمی به یک بازی حرفه‌ای تبدیل بکنند؟ خب فدراسیون ملی سنوکر افغانستان همیشه سعی و تلاشش برای بوده که ما روز به روز حرفه‌ای شویم. مثلا یکی از مثالایش همی است که ما نمونه مثال کلب های سنوکر شهر کابل برای شما میگیم و حتی در ولایات، یعنی روز به روز میبینیم که میزای استاندارد امو کلب هایی که با امو میارای آسیایی و بین المللی هست در شهر کابل درست شده که حتی نظیرش در خود کشورهای منطقه ما نیست. یعنی خودش نشان دهنده همی است که روز به روز فدراسیون ملی سنوکر کوشش داره که بازی به طرف معیاری شدن بره. بسیار خوب. ضمن پایتخت که مرکز است و نسبت به سایر ولایت ها امکانات و تجهیزات در هر پایتخت، هر مرکز خوبتر و بهتر میتونه باشه، چقدر فدراسیون ملی سنوکر افغانستان به خاطر رشد این رشته ورزشی و توسعه دادن این رشته ورزشی به ولایت های دوردست پایتخت تلاش کردن؟ ما سال گذشته یک سفر داشتیم به ولایات شمالی کشور. وقتی که در اونجا رفتیم، واقعا اون کلپایی که ما در اونجا دیدیم که اونا هم ولایت های ما مثل قندوز، مثل جوزجان، مثل فاریاب، مثل مزار، این ولایت هایی است که واقعا در اونجا حتی باور من نمیشد. یعنی دیدیم کلپایی در اونجا وجود داره که یعنی کمتر از شهر کابل نیست. یعنی روز به روز اونا هم چون همون توصیه هایی که با اونا شده، اونا هم کلپای مفشن و زیبا در اونجا آباد شده و علاقمندایی هم که در اونجا اونا سنوکر بازی میکنن میبینیم که با یک شیوه بسیار خاص، یعنی بسیار چیزها را جوانای ما با وجودی که شاید ما مربیات در اونجا کم داشته باشیم، همه اونا از همین اینترنت از اینجا سرچ میکنن و همون شیوه بازی را و شیوه شورت کردن و شیوه از کیوینگ از اونجا اینا بلد شدن که نام خدای استعدادهای بسیار خوب داره. بسیار خوب. شما اشاره فقط به ولایت‌های زون شمال افغانستان کردید. در حال حاضر فدراسیون ملی سنوکر افغانستان در چند ولایت رسما فعالیت داره و نمایندگی داره؟ ما تقریبا در 22 ولایت نمایندگی داریم که همون سفری که ما به ولایت‌های شمال گفتیم رفتیم، در اونجا بعضی از نماینده های ما بنابر بعضی محاذیری که بودن یا از وطن رفته مهاجرت کرده بودن و یا یک نسبت بعضی مشکلات کارهای خود اونا نمیتونستن که پیش ببرن، بنان ما نماینده های جدید در اونجا معرفی کردیم و در مجموع 22 ولایت ما نمایندگی داریم. بسیار خوب. با شما برمیگردیم، یک میان برنامه کوتاهی را با هم میبینیم، سریع برمیگردیم. بازیکنان شهید نصیب، ضربه امید قنبری، فرصت برای بازیکنان ظاهر اسد و گل مساوی. ظاهر اسد، فرصت و گل دوم برای شهید نصیب. جشن قهرمانی تیم فوتسال شهید نسیم، تیمی که با نمایش خیره کننده‌شان و با انجام 13 بازی 13 پیروزی و با کسب 39 امتیاز کامل قهرمان دور ششم رقابت‌های لیگ برتر فوتسال کابل شناخته میشه. فرصت، بسم الله، پاس میده و امتیاز. چقدر خوب است بسم الله سلطانی. بسم الله سلطانی از تیم اسپینگر به عنوان بهترین پاسر انتخاب شد. سجده شکر به جا میاره. سپورت د زړونو د پیوند وسیله ده. له مې سپورت سره اوسئ.
حرکت عبدالله چاکی که تبدیل به امتیاز میکنه. شروع بسیار خوب ضربات پیهم تمام شد و آزاده به مقام قهرمانی وزن منفی 55 کیلوگرم رسید. برگشتیم همچنان در حضور شما قرار داریم. جناب اصغری، چه خوب است روی رقابت‌های انتخابی تیم ملی سنوکر افغانستان صحبت‌هایی داشته باشیم. آخرین باری که رقابت‌های انتخابی تیم ملی سنوکر افغانستان راه اندازی شده بود چه زمانی بود؟ خب تقریبا 2 سال قبل مسابقات انتخابی تیم ملی را در شهر باستانی ایراد برگزار کردیم که در اونجا 40 بازیکن ما در جوانان، در بخش جوانان، ماسترها و نوجوانان ما اونا انتخاب شدن که 40 بازیکن عضویت تیم ملی داره. 16 بازیکن در بخش جوانای ما هستند، 10 بازیکن در بخش ماسترها هست و 14 بازیکن هم با ما بخش نوجوانان داریم که سال گذشته نتونستیم که مسابقات تیم انتخابی تیم ملی خود برگزار بکنیم و انشالله امیدوار هستیم که بعد از پاس شدن بودجه برای ریاست عمومی تربیت بدنی امسال ما بتونیم در شهر زیبای جوزجان ما مسابقات انتخابی تیم ملی خود برگزار بکنیم. بسیار خوب. در مورد راه اندازی رقابت‌های گزینشی تیم ملی سنوکر با مسئولان اداره ورزش کشور صحبت کردین، پاسخ اونا چی بوده؟ خب همیشه ما در راه اندازی مسابقات خود با اداره محترم تربیت بدنی همکار هستیم و همیشه با اونا صحبت میکنیم و ای که ما مسابقات خود برگزار میکنیم، مثلا چی مسابقات انتخابی شهر کابل باشه، چی مسابقات مناسبتی باشه و چی هم مسابقات کلاب های شهر کابل باشه، ما همیشه با اونا پیشنهاد خود میبریم و اونا هم منظور میکنن و مسابقات خود ما برگزار میکنیم. یعنی آنده از عزیزانی که در رشته سنوکر و بیلیارد فعالیت میکنن خاطرشان جمع باشه که در سال روان رقابت‌های انتخابی برگزار میشه دیگه. ان شاء الله ما امیدوار هستیم بعد از پاس شدن بودجه ما حتما مسابقات انتخابی تیم ملی خود برگزار میکنیم. و دلیل برگزار نشدن رقابت‌های انتخابی هم که یک سال وقفه ایجاد شد فکر کنم مشکلات بودجه‌ای بود. بله مشکلات بودجه‌ای بود که بودجه خوب بود. خب یک زمستان بسیار سرد آمد چون در ولایت جوزجان مسابقات بود و ای که باید ما در زمستان اونجا میرفتیم و مسابقات خود برگزار میکردیم و از اینکه زمستان سرد بود بنابر همین مسئله ریاست عمومی تربیت بدنی خواستن که برگزاری مسابقات ما را به تأخیر بندازن برای امسال. درست. انشالله که رقابت‌های انتخابی هم راه اندازی بشه تا اینکه چهره‌های تازه و چهره‌های جوان برای ترکیب تیم ملی سنوکر افغانستان در رده سنی شناسایی بشه. در مورد سفر اخیر ملی پوشان فدراسیون سنوکر صحبت بکنیم. فکر کنم نزدیک به 3 الی 4 ماه قبل ملی پوشان سنوکر افغانستان بر رقابت‌های جهانی سنوکر در قطر حضور پیدا کردند و تا جایی که معلومات در اختیار ما قرار داره عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشتن. چی بود دستاورد ملی پوشان سنوکر افغانستان در رقابت‌های جهانی قطر؟ بله همونطور که شما گفتین 5 ماه قبل از امروز مسابقات جام قهرمانی جهان در شهر دوحه کشور قطر برگزار شد که افغانستان با 4 بازیکن و 1 هیئت حضور یافتند و بچه‌های ما در 2 بخش هم ماسترها و هم مین در این مسابقات شرکت کردند که در مسابقات مین نتونستیم که طور یک دستاورد چشمگیری داشته باشیم. منتها در بخش ماسترها صالح محمدی توانست که به فاینال این مسابقات راه پیدا بکنه و جام نایب قهرمانی این مسابقات را برای افغانستان رقم بزنه. بسیار خوب. فکر کنم در دیدار پایانی شکست خورد آقای محمدی. بله در مسابقه فاینال با وجودی که بازی هم مساویانه پیش میرفت اما در دیسایدر فریم نتونستند که جناب آقای محمدی دیسایدر فریم از آن خود بسازند بنابراین به مقام دوم دست یافت. در برابر کدام کشور؟ کشور تایلند. کشور تایلند. بله که یکی از بازیکنان پروفشنال دنیا است. بله بدون شک. و 3 ملی پوش دیگر ما چگونه بود بازی‌هایشان؟ در بخش جوانان بودن که در اونا دستاورد چشمگیری نداشتن. بسیار خوب. ولی همین که حضور پیدا میکنن در این چنین رویدادهای کلان و جهانی در رشته سنوکر
خودش به یک نحوی دستاورد است تا اینکه تجربه کافی را کسب بکنن و در رقابت‌های آینده عملکرد خوبی از خود به نمایش بگذارند، دستاوردهای خوبی برای ورزش افغانستان در رشته سنوکر کسب بکنه. در حال حاضر فدراسیون ملی سنوکر افغانستان روی چه برنامه داخلی و بیرونی کار میکنه؟ خب ما گفتیم که اگر بخیر بتانیم مسابقه انتخابی تیم ملی خود برگزار بکنیم، ما جنرال اسامبلی خود برگزار میکنیم. بعدا ما میخواهیم که با تعداد مثلا با خاطر برگزاری مسابقات را زیاد بسازیم که تا که جوانان و استعدادهایی که در اونجا وجود دارند در کشور ما، چی در ولایات و چی هم در مرکز، بتانیم اونا را از طریق برگزاری این مسابقات ما بتانیم چهره‌ای از اونا را شناسایی بکنیم تا که اونا بتانن برای افغانستان دستاورد بیارن، به تیم ملی مجهز شوند. و همچنان دیگر بعض مسائل دیگه هم هست که فدراسیون ملی سنوکر روی دست داره. مثلا معیاری شدن کلب ها هست که ما کوشش میکنیم که روز به روز چی از نظر میزهای خود سنوکر و چی هم از نظر فضای کلب های سنوکر که در شهر کابل هست و چی در ولایات آیسته آیسته ما قدم های گذاشتیم و انشالله براتون وعده میتونم که تا یک سال دیگر شما هیچ کلب غیر معیاری را در شهر کابل و ولایات نخواهید دید. انشالله که این اتفاق رخ بده تا اینکه باز هم یادآور میشم سنوکر افغانستان به رشد و شکوفایی دست پیدا بکنه. میان برنامه کوتاهی را به هم میبینیم، زود برمیگردیم. بازیکنان شهید نصیب، ضربه امید قنبری، فرصت برای بازیکنان زایر اسد و گل مساوی. زایر اسد، فرصت گل دوم برای شهید نصیب. جشن قهرمانی تیم فوتسال شهید نسیم، تیمی که با نمایش خیره کننده‌شان و با انجام 13 بازی 13 پیروزی و با کسب 39 امتیاز کامل قهرمان دور ششم رقابت‌های لیگ برتر فوتسال کابل شناخته میشه. برگشتیم، همچنان در حضور شما قرار داریم. ما در این گفتگو با رئیس فدراسیون ملی سنوکر افغانستان آقای وحیدالله اصغری گفته شنود داریم. اصغری صاحب، در مورد رقابت‌های بیرون مرزی صحبت بکنیم. در حال حاضر کدام رویداد بیرون مرزی هست که ملی پوشان سنوکر کشور برای او رویداد آمادگی بگیرند؟ بله، مسابقات جام قهرمانی جهان در 3 بخش زیر سن 17 سال، ماسترها و مین که 6 بال بازی میشه در کشور بحرین از تاریخ 13 الی 24 جولای برگزار خواهد شد و انشالله کوشش میکنیم که بازیکنان ما در این رویداد جهانی حضور پیدا بکنند. بسیار خوب. در مورد این رویداد کلان که قرار است اتفاق بیفته، با مسئولان اداره ورزش کشور صحبت کردیم. چقدر با شما همکار بوده در بخش هماهنگی و سفرهای ملی پوشان سنوکر کشور؟ خب ما قبلا از اداره تربیت بدنی کشور خود اظهار سپاس و امتنان میکنم که در سفرهای بیرون مرزی تا اندازه‌ای که در توانشان بوده اونا با ما همکار بودن. سفرهای ما را اونا پولش مصارفش را پرداختن و ما ازشان تشکر میکنیم و انشالله این مسئله مسابقه بحرین را نیست با اونا در میان میگذاریم. میبینیم که باز اگر بودجه پاس شده بود که چه اندازه با اونا با ما کمک و همکاری میکنن. انشالله باز او بعدا خود به سمتون رسید. بسیار تشکر جناب اصغری از اینکه فرصت در اختیار ما قرار دادین و در این برنامه فدراسیون ما را مهمان خودتان ساختین. نباشید. تشکر از شما. انشالله که از داشته های برنامه این هفته ما در فدراسیون شما مستفید شده باشید و مورد پسندتان قرار گرفته باشه تا اینکه ما باز هم با جمع تیم مستعد ما در یکی از دیگر برنامه‌های فدراسیون در حضور شما قرار می‌گیریم.
شما را به خداوند منون و بی‌نیاز میسپارم. همچنان بیننده بقیه برنامه‌های ملی اسپورت باشید.